از معاون نخست تیم دولت ساز که ما جمله چه کد میکنم که کسایی که فکر میکنن پشیمانی انتخابات اونا را پس به سنگرا میبره یا جایشون پلوگیون پلوچرخی است یا سلطنت بعدی که تلویحاً تبصرهای بیرون نسبت به سالات قبلی شما در قبال از بود. حالا اگر ذهنیت در اونجا ای است نسبت به شما چه قدر ممکن است یک تعامل در حال شکلگیری در این جو ممکن باشه؟ من ایره شایسته پاسخ نمیدانستم و می خاطرم جواب نگفتم، ولی امروز که شما مرا مجبور میکنین بگذارین که به جوابشان بپردازم. اونایی که دیگرای صدا هزاران نفر به پلیگون بردن و به طور دست جمعی دفن کردن، یک بار ببینین که سرنوشتش چه بود. در چند متری همی پلیگون به دار آویخته شد. همویی که شعرا را میداد باعث تعدید میکرد دیگرها را به پلیگون و تعداد زیادی از افغان‌ها را هم دست جمعی دفن کرد. از او بیاموزیم. اونایی که اینا و شعرا را میداد و فکر میکنم اونا همه کشته شدن. اونای آرمان به گور بردن. قبل از اینکه حریف و رقیب خود بکشن خودشان کشته شدن. به دست بادارایشان کشته شدن. در همی ارگ کشته شدن. اقتدارم به دستش، نیروهای اجنبی هم در خدمتش به دست خود نیروهای اجنبی کشته شدن. امیدواریم که یه حرفای طفلانه را نزن. افغان‌ها را تهدید نکنن که افغان‌ها تهدید باعثش میشه که بیشتر شهامت نشان بدن، از خود دفاع کنن و انتقام برن، راه انتقام انتخاب کنن. انتظار ما از دولت مردای است که اینا راه صلح‌آمیز را انتخاب کنن، نه راه خشونت. من با حال آقای اشرف غنی هم تأسف میکنم که کسایی از اونها نمایندگی میکنن که حرفایشان نیست. حرف جنگ میزن، اگر در تو همت جنگ است برو در سنگر با طالبان معلوم کن. امیال امنیت شهر کابل اطراف ارگ نمیتونه تامین کنه. امنیت جلسات خود را در دوران کمپاین انتخاباتی نمیتونست تامین کنه. خود اعتراف میکنه که بیش از 100 نفرشان در این کمپاین انتخاباتی کشته شده از خودشان در جلساتشان. تو که توانت به این پیمانه است امروز امریکایا برای و دست خود از سر شما برداره، فردا نیستیم. خدا میدونه با چه سرنوشت روبرو میشه، با چه سرنوشت سیاهی. شما این شعرا را میتین کار در خود یک توانی هم میداشتین، امنیت یک گلستوری هم که میتونستین تامین کنین، امنیت اطراف ارگ که میتونستین تامین کنین، امنیت جلسات خود در دوران کمپاین انتخاباتی که میتونستین تامین کنین. شما در این وضع بد قرار دارین در سیاه‌ترین روزهای تاریخ کشور ما که شما عامل اصلیش بودین. بازم شعارهای جنگ را میتین، شعارهای تهدید را میتین. کی را میترسانین؟ من نمیدونم. کی شما را نمیشناسن؟ کتاب‌ها درباره سوانح شما نوشته شده که از چه زمانی هم در خدمت بیگانه بودین و جاسوسی، یک شبکه جاسوسی بودین. من متاسف هستم به حال تیمی، به حال بد تیمی دولت ساز. جایی که زیر دار گریختگی است، جایی که غاصب است، دزد است، خائن است، وطن فروش است، ملت فروش است، دین فروش است، همه آمدن در اینجا جمع شدن و شعارهای جنگ میتن، دیگرها را تهدید میکنن. ما از جمله کسایی نیستیم که از این تهدیدهای طفلانه بترسیم. با شوروی هم تصادم کردیم و جنگیدیم تا روزی که شوروی به زوال محکوم شد و به عنوان اولین دشمن خود ما را گرفتن. ناتو هم در فهرست اول سیاه خود ما را گرفتن. ما از تهدیدها نمی ترسیم. لطفاً زبان جنگ، شعارهای جنگ را بگذاریم. حالا با این ذهنیت فکر میکنین که پایان یک راه حل صلح‌آمیز بین تیم‌هایی که به هیچ معادلی در توافق نیستند شکل بیابد؟ ما که ایره می‌خواهیم که یک توافق اصولی بین همه کاندیدا صورت بگیره، نتایج این انتخابات را قبول کنیم، برای حقیقی مردم تمکین کنیم، از کمیسیون مشترکاً بخواهیم زیر فشار نگیریم، تهدید نکنیم که سر پدرتان تامین میکنیم و رای غیر بایومتریک شعارا را کنار بگذاریم.